تلاش برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در بریتانیا. روز سه‌شنبه دولت بریتانیا توافقنامه جدیدی با رواندا در مورد انتقال پناهجویان به این کشور امضا کرد. The treaty that we signed today builds on that joint work. این توافقنامه پس از آن امضا شد که 3 هفته پیش دادگاه عالی کشور توافق قبلی با رواندا را غیر قانونی اعلام کرده بود. با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا، هفته گذشته 218 پناهجو از طریق کانال مانش وارد این کشور شدند. این پناهجویان با 6 قایق کوچک از سواحل فرانسه به بریتانیا رفتند. برخی از مهاجران افغان به تازگی وارد ایتالیا شدند. یک گروه 20 نفری از افغان‌ها روز چهارشنبه از طریق دهلیز بشردوستانه از پاکستان وارد روم پایتخت ایتالیا شدند. این مهاجران افغان که مدت‌ها در پاکستان منتظر بودند با کمک سازمان امدادی کاریتاس و مقامات ایتالیا به این کشور اعزام شدند. بر اساس یک توافقنامه بشردوستانه در مجموع 1200 مهاجر افغان از طریق دهلیز بشردوستانه به این کشور منتقل خواهند شد. ادامه اخراج پناهجویان افغان از پاکستان. حدود 417,000 مهاجر افغان از اکتبر گذشته مجبور به ترک پاکستان شدند. وزارت امور مهاجرین طالبان میگوید که تنها روز چهارشنبه 691 تن از طریق اسپین بولدک به اجبار از پاکستان اخراج شدند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به شدت انتقاد کرد و گفت که 1.5 میلیون افغان نمیتوانند بار سنگین پاکستان باشند. از سوی دیگر جنرال عاصم فرمانده ارتش پاکستان در اظهارات اخیر خود گفته است که اتباع خارجی غیرقانونی تأثیر منفی بر امنیت و اقتصاد پاکستان دارند. محدودیت‌های جدید برای پناهجویان افغان در ایران. بر اساس تصمیم جدید شورای امنیت ایران، سفر اتباع افغانستان به 16 استان این کشور ممنوع شده است. مهاجران افغان از اقامت و کار در این استان‌ها نیز منع شدند. مسئول استان کرمانشاه از دستورالعمل شورای امنیت در این مورد خبر داد. از سوی دیگر احمد واحدی وزیر داخله ایران گفت که افغان‌های فاقد مدرک باید ایران را ترک کنند.